طلب حامیان حقوق بین‌المللی محبوسان سیاسی آزاد و حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 قانونی شوند. دو سازمان پرنفوذ حقوق هیومن رایتس واچ و کمیته هلسینکی نروژیا نرویجن هلسینکی کمیته که چون حامیان حقوق انسان در جهان مشهورند از حکومت تاجیکستان تقاضا کرده است تمام محبوسان سیاسی آزاد کرده شوند و به فعالیت آزادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 شرایط فراهم آورد. در گزارش 12 صحیفه‌ای که این دو سازمان آماده کردند گفته می شود حکومت تاجیکستان اعضای حزب و گروه مخالفی که فعالیت سیاسی صلح‌آمیز دارند بازداشت و شکنجه می کند. حکومت اینچنین تنقیبگرانش را در خارج تعقیب کرده در پی بازداشت و استرداد آنها به تاجیکستان است و منتقدانش را در خارج می رباید و آنها بعدا در زندانهای تاجیکستان پیدا می شوند. در این گزارش از منع فعالیت حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان و بازداشت و شکنجه اعضایان اینچنین کشته شدن رهبر گروه 24 عمرعلی قوتوف یاد شده است. اینچنین مؤلفان این گزارش از تعقیب، حبس و شکنجه ژورنالیستان، فعالان جامعه شهروندی و شهروندان عادی که در شبکه‌های اجتماعی از حکومت تنقید می‌کنند خبر داده گفتند صدها نفر با خانواده‌شان در پی این تعقیب‌ها به خارج فرار کردند. گزارشگران بازداشت صدها عضو حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24 و دیگر گروه‌های مخالف را سیاسی نموده از حکومت تاجیکستان طلب نمودند که همه آنهایی را که با انگیزه‌های سیاسی زندان شدند بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کند.